سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید ویدیو جدید. امروز داخل ویدیو اومدیم شما فکر کنم یا پنجم سری استون بلاک. بریم سراغ ویدیو تو. ما تا الان می‌بینی که ما این قسمت قبلی یه دونه ماب فارم ساختیم، یعنی ماب فارم تقویتش کردیم که این خیلی خوب داره کار میکنه و تمام چستا رو داره بهمون میده. الان توی اپیزود باید بریم سراغ چیکنا و چند تا چیکن درست کنیم. اگه شد چیکن درست میکنیم، فعلا بعد جاشو درست کنیم که ما اسپان شه و بریم سراغ داره. بچه از توی چسته که داشت، بچه از توی این چستا یه چند تا چیز در اومده بود، یه چند تا از این به بیت در اومده. این بیت ها چند تا نوع مختلف دارن. الان من نوعی که الان داخل ایونتوریمه با میتونیم، یعنی اگه بزنیمش روی جایی که چمن باشه پیدا میکنه که گاو اسپان بشه، یا میتونیم چند تا بیت های دیگه درست کنیم که حیوان دیگه اسپان بشه، مثل چیزی که نیاز داریم تو مثلا مرغ و هر چیزی درست کنیم که مرغ اسپان بشه. بر همین اول باید بریم جاشو درست کنیم. جای خیلی باز گنده براش درست کردم که همه جاشو اونجا چیز بذاریم، یعنی درت بذاریم. و یادم رفته بودم یه جای خیلی بزرگی هم کندم، یادم رفته بودم چیز بذارم، تورچ بذارم و همین اینقدر ماب اسپان شد که زیاد همشون کاشتم، زیاد واقعا چیز نشد. چند تا کریپر ترکی، همین چند تا لوت باکس هم باز کردم، چند تا چست هم باز کردم که مثلا اگه شد یه چند تا بیت دیگه هم به اون بده که دیگه نسازیم، یعنی خودش اون بدتش. همینطوری چیز کردم، با دیرتان هم گذاشتم و چیزی که میخواستیم اسنس گرس بود، این هم درست کردم. بعد از توی چیزا به دستش میآوردیم. بچه اینا ساختیم که بتونیم باش اینفریوم ها رو ارتقا بدیم بهشون، یعنی سبزش کنیم هم توی ارتقا. این مدل بی نهایتش قرمزه، ما فعلا سبز درست کردیم تا دیگه تا چند تا انجام بدیم که بعد بریم سراغ بی نهایتش که دیگه تموم نشه. هم توی اسنس ها رو، یعنی این اینفریوم ها رو یعنی بردمش لیول های دیگه که چند تا کوست هم باش اجرا بشه، انجام بشه. و همین دفعه کوست رو انجام دادم و چند تا کوست انجام، چند تا آیتم بهمون داد که آیتماش به دردمون میخوره. و همین دیگه. تا حالا چست لژندری هم بهمون نداده، اگه نمیدونم از مابا به دست نمیاد یا خیلی کمیابه. ما الان تنها چیزی که خیلی من نیازش دارم اینفریوم فرنس، چیز اولتیمت فرنسه. ما الان از توی یکی از این کامنت چست از یکی از چیزا اپیک چست اپیک بود فکر کنم بنفشا، یه دونه 3 تا کله اسکلتون به دست آوردیم که خیلی میتونست کنم، یعنی اگه 4 تا بود میتونستیم یه دونه چیز درست کنیم، یه دونه اولتیمت فرنس درست کنیم. فقط چند تا چیز میخواست، فقط باید لول آخر چیز هم داشته باشیم. یکی لول که مونده به آخر این لول آخر اینفریوم ها رو باید داشته باشیم که لول که مونده به آخرش رو باید داشته باشیم که یعنی قرمزه. چند زیاد مقرن، یعنی اگه داشتیم زیاد مقرن طول نمیکشید تا اولتیمت فرنس رو به دست بیاریم. تا حالا از توی این چیزا نتونستیم به دستش بیاریم از توی همین کوهستامون و همین دیگه. اگه شدم دیگه اگه به دستش بیاریم که زودتر کوهستا خیلی خوب میشه، چون هنوز کوهست ما چیکنا مونده و کوهست خیلی زیاده هم هستن.
اگه بشه اونجا دستش آورد که برام خیلی راحت تر میشه، چون یه 9 تا ندرستان هم دارم. این زیاد سخته میکنه کار برام. و بعد یه دونه کله ویدر اسکلتون هم به دست بریم و همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما کانال منو سابسکرایب کنین و همین دیگه. تا ویدیو بعدی میبینم. خداحافظ. برم بابا.